سلام، اومدم 9930 نزدک رو بهتون معرفی کنم. مودم همراه تقریبا میشه بهش گفت پرچمدار مودم های همراه نزدک. یه چیزی عجیب غریب خوبیه، واقعا خیلی خوبه. جلوتر قابلیت های رو بهت میگم که فکر میکنم مثل من شوکه میشید. باکس رو که باز میکنیم دو تا چیز مهم روش نوشته: گارانتی 3 ساله هایپرسل و اینکه مودم ها رجیستر شدن. دیگه نیاز نیست که توی سامانه همتا اینا رو رجیستر کنید. اولین چیزی که به چشتون میخوره خود مودم، این قشنگه خوشگله، این توی پلاستیکه. توی باکس مودم کارت گارانتی، شارژر، کابل شارژ، راهنمای استفاده به زبان فارسی و راهنمای قرار دادن سیم کارت قرار داده. رسیدیم به همین جذاب اصل ماجرا. 9930 نزدک تقریبا میشه پرچمدار نزدک. 150 مگابیت دانلود، 50 مگابیت آپلود، 300 مگابیت هم وای فایشه. مودم رجیستر شده است، نیازی که تو سامانه همتا رجیسترش کنید. آنلاک همه سیم کارت های اپراتورهای داخلی رو ساپورت میکنه، یعنی هم ایرانسل هم راه اول. 2 سیم کارت هم که گفتم هست و از اون بالاتر از اکثر باندهای فرکانسی پشتیبانی میکنه. چند تا قابلیت خیلی خفن داره، عجیب غریب خوب. باتری 5200 میلی آمپری داره. پاور بانک هم هست، هم میتونید روش ست کنید. می‌نویسم اینجا. و ریپیتر هم هست. ریپیتر یعنی چی؟ یعنی سیگنال وای فای رو از یک مودم میگیره، آمپلیفایش میکنه، رنج وای فای رو افزایش میده. این میشه یک آمپلیفایر یا یک ریپیتر برای اون مودم شما. برد وای فایتون رو افزایش میده، سیگنالش رو تقویت میکنه. هم مودمه، هم پاور بانکه، هم ریپیتره. یه مشکل داره، اونم اینه که نون نمیگیره. فقط فکر کنم دیگه چی می‌خواستن توی مودم بذارن. با توجه به قیمت چیز عجیب غریب خوبیه. باتری 5200 میلی آمپری هولوش 8 تا 10 ساعت بهتون کاربری میده، باز بسته به استفاده خودتون داره. علاوه بر اینکه 2 سیم کارت هست، کارت حافظه هم ساپورت میکنه تا 32 گیگابایت. برسیم مشخصات ظاهری. بخش جلویی مودم یه صفحه نمایش رنگیه که اطلاعات مودم توشه: پسورد مودم، SSID، تعداد دستگاهی که بهش وصلن، شبکه‌ای که داره، چه مقدار مصرف شده و SMSی که براتون اومده، چند تا SMS داده فلان. اینا توی صفحه نمایشش هست. پایینتر یک دکمه پاور هست، نگهش میدادید مودم روشن میشه. سمت چپ 2 تا شکاف سیم کارت، 2 سیم کارت هست دیگه. اولیش سیم کارت اول استاندارد، سیم کارت دوم مایکرو. یک کوچولو بالاتر سوراخ ریسته که سوزن فرو میکنید و ریست میشه مودم. سمت راست مودم چیار کارت حافظه میکرو استیه. بالای مودم یه دکمه هست مثل منو، اونو که نگهش دارید 5 ثانیه بین سیم کارت ها سویچ میکنه، یه ریستارت ریز میشه، خیلی سریع میاد بالا و با اون سیم کارت میتونید کار کنید. 2 تا سیم کارت تقریبا همزمان حساب میشه. پایین مودم درگاه USB برای شارژ دستگاهی که بهش وصل میشن، چون پاور بانک هم هست. پورت مایکرو USB برای شارژش و از اون بالاتر خروجی لن داره، یعنی دستگاه‌های خودتون رو میتونید با استفاده از کابل لن هم وصل کنید. دیگه چیکار باید بکنید؟ انصافا خیلی خفنه. طراحی تقریبا مربعی داره، کوچولو منحنی انحنا داره ولی جذابه. من ویژگی‌هاشو براتون میشونم، خودتون تصمیم بگیرید. چیپست کوالکام آمریکایی، 10 تا کاربر همزمان، میکرو استی میخوره، 2 تا سیم کارت، ریپیتره، پاور بانک هم هست، آنلاک شده است، رجیستر شده است. دیگه هر چی از این مودم میگم واقعا کمه. همه اینها یه انتخاب فوق‌العاده برای خریده. 9930 نزدک 3 سال گارانتی هایپرسل هم داره، همه چی داره، یعنی همه کار انجام میده، همون فقط نون نمیگیره متاسفانه. اینم اگه در نظر داشته باشن دیگه تموم میشه. خیلی خوبه.